بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. در کنار تو وجودم به خدا نزدیک است. هر که نزدیک خدا شد به شما نزدیک است. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. سلام مردم، سلام دل داده های آقای امام حسین علیه السلام. هم نفسای یاد خدا الهی که خوب باشین، سلامت و تندرست باشین. خیلی خیلی قبول باشه همه عرض ارادت ها و محبت هاتون به ساعت آل الله علیهم صلوات الله، مخصوص حضرت سید الشهدا. انشاءالله آقای امام زمانمون از هممون به شایستگی پذیرفته باشن، توشه خیلی خوبی شده باشه برای ادامه زندگیمون، برای قبر و قیامتمون، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. لطف میکنید تا پایان نگاه زلالتون رو هدیه میدید به یاد خدا. بفهم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله. السلام عليك يا وارث نوح النبي الله. السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله. السلام عليك يا وارث موسى كليم الله. السلام عليك يا وارث عيسى روح الله. السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله. السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين عليه السلام. السلام عليك يا ابن محمد المصطفى. السلام عليك يا ابن علي المرتضى. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء. السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى. السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور. الهی شکر که بازم محضر شما هستیم و محضر استاد عزیزم آیت الله قروی که قدم به چشم حقیر گذاشتن. آقا سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدین، قبول باشید. سلام علیکم و رحمت الله. خدمت شما و بینندگان سلام عرض میکنم. امیدواریم ان شاء الله ما از عزاداران واقعی ابی عبدالله علیه السلام باشیم. الهیان و اونها رو ما واقعا بپذیرم. الهیان تشکر میکنم. الهی آمین. به دعای خیرتون، به نفس حقتون. الهی آمین انشاءالله. خب عرضم به حضور شما که اون وقتی که بعد از معاویه لعنت الله علیه که قرار شد یزید حاکم امت اسلامی باشه، واقعا یزید دیگه نیاز به توضیح نداره، میمون باز شرابخواره که دیگه حتی به ظواهر هم خیلی توجهی نداشت، از ظواهر اسلامی و اینا، علنا به قرآن جسارت میکرد و یه همچی کسی رو حاکم مدینه از امام حسین خواست که امام حسین جان که اونجا بودن آقا بیا با این بیعت کن. بعد امام حسین فرمودن که
بیعت کسی مثل من با کسی مثل یزید یه چیز محالی اصلا شدنی نیست. ما میخوام راجع به این عبارت امام حسین شما اگه ممکنه توضیح بدیم، تبیین بکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از مرگ معاویه وقتی که این اتفاق افتاد، خب معاویه قبلا برای یزید بیعت گرفته بود، بله. یه عده‌ای هم بیعت کرده بودند، ولی خب یه زیرکی یا شیطنت بسیار عجیبی داشت، اینجور نبود که فشار بیاره و در نتیجه از دوست امام حسین علیه السلام بیعت بگیره یا از برخی از اصحاب یا تابعین بیعت بگیره. اونها رو گذاشته بود برای اینکه قضیه ببینه به کجا می انجامه. ولی بعد از مرگش که یزید به تخت نشست، از استاندارهای خودش خواست برای بیعت گرفتن مجدد، من جمله از استاندار مدینه که ولید ابن عتبه بود. ازشون خواست که شما از چند نفر بیعت بگیر و اگر زیر بار بیعت نرفتند بالاخره سر اونها رو جدا بکن و خلاصه اونها رو به قتل برسون. این جریان وقتی که اتفاق افتاده، این نامه به دست ولید ابن عتبه رسید، خب میفهمید که این کار بسیار سنگینیه. با مروان ابن حکم که استاندار سابق و امیر سابق در واقع مدینه بود مشورت کرد. بالاخره به اینجا رسیدن که مثل امام حسین علیه السلام و مثل عبدالله بن زبیر و اینا رو دعوت بکنند و جریان رو مطرح بکنن و بیعت بگیرن و اگر احیانا یا زیر بار بیعت نرفتن کار رو تمام بکنن. برنامه حضرات برای اینکه بتونن این مانع رو از جلوی خودشون و خلافت یزید بردارن، چون بالاخره بیعت کردن امام حسین علیه السلام و مثل عبدالله بن زبیر بعضی دیگه این خیلی معنیدار میتونست باشه. مثل عبدالله بن عمر، بالاخره اینا کسانی بودن که بیعتشون میتونست تأثیرگذار باشه. در نتیجه دعوت کردند از حضرات برای اینکه بیان در محل استانداری که گویا جلسه ای هست و اینا، ولی نگفتن موضوع چی هست. امام حسین با برخی از اصحابشون و شاید مثلا همون جلسه عبدالله بن زبیر هم با ایشون بود، حالا بالاخره ایشون گفتن که به نظر میرسه که خلاصه طاغیه به هلاکت رسیده، معاویه از دار دنیا رفته و اینا بنابر این دارن که بیعت بگیرن. داره که حضرت 30 نفر از یارانشون رو مسلحانه با خودشون بردن که اگر احیانا میخواد اتفاقی بیفته اینا ورود پیدا بکنن. چون خیلی مهمه که در اینجور موارد اگر انسان از زمان و مکان رو درست نشناسه و راحت در اختیار طرف قرار بگیره، اونا میتونن به اهدافشون برسن بدون اینکه اتفاقی بیفته و اون اثر خاص برش مترتب بشه. همینجا تو پرانتز عرض میکنم بالاخره نفس این رفتن امام حسین از مدینه به طرف مکه، اونم با اون وضعیت، ملاقات هایی که داشت و خداحافظی که از پیامبر قبر پیامبر کردند و اون وضعیت آمدن به طرف مکه، ملاقات های مختلفی که در راه داشتن در خود مکه داشتن، اینا فضاسازی بود. همینطور. و بعد از اونجا به طرف مثلا کوفه و به طرف اینا به قول خودم موضوعیت داشت. اینجوری نبود که همینجور باشه صرفا حضرت میخواستن فراری بکنن. نه، شاهدش هم اینه
داره که عبدالله ابن زبیر تو اون جلسه نیامد و فرار کرد. اونم از راه غیر معمول فرار کرد، رفت به طرف مکه. ولی امام حسین علیه السلام از راه متعارف رفتن. تو همین راه هم ملاقات‌های مختلف داشتن با افراد مختلف، شخصیت‌های مختلف که برخی اینا رو جمع و جور کردن، نوشتن. حالا این جهت و کار دادن. بالاخره حضرت آمدن پیش عرضم به حضورتون ولید ابن عتبه که مروان هم حضور داشت. مسئله رو مطرح کردن و مسئله بیعت. حضرت اشاره فرمودن که خب اینجا که فایده نداره بیعت. اگر بنا باشه بیعت بکنین قاعدتاً باید در بین جمع این باشه، تاثیرگذار باشه، چه باشه از این با اونو باز فکر کنیم ببینیم چیکار بکنیم. خلاصه مثلا می‌خواستن اینطور در اون جلسه جمعش کنن. بریم حالا تا فردا فکر بکنیم ببینیم. مروان ابن حکم گستاخی کرد. صریح گفت اگر دست از حسین بردارید دیگه نمیتونید همینجا مسئله رو تمام بکنید. حضرت تعبیر تندی نسبت به مروان انجام داد که آیا تو مثلا میخوای یه چنین کاری انجام بدی؟ و اون کسانی که آمده بودن که دفاع بکنن از امام حسین علیه السلام اونها هم ورود پیدا کردن. در نتیجه اینا دیدن فضایی نیست که میخواستن، برای اینکه احتمال داره که خودشون از بین برن و کشته بشن. بعد حضرت رو کردن به ولید. تعبیر عجیبیه. انا اهل بیت النبوة و معدن الرساله و مختلف الملائکه و مهبط الوحی. ما اهل بیت پیامبریم، نبوت هستیم، رسالت هستیم، معدن رسالت هستیم و ملائکه با ما رفت و آمد دارند و ما وحی و رحمت از ما در واقع سرازیر میشه و در نتیجه منتقل میشه. بنا فتح الله و بنا ختم. به توسط ما ازم اسلام آغاز میشه، رسالت آغاز میشه و با ما هم پایان میپذیره. البته این یه تفسیرشه، من نمیخوام ورود پیدا کنم، تفسیر بالاتر داره. بله. بنا فتح الله و بنا ختم که در زیارت جامعه هم شما ملاحظه میکنید. بکن فتح الله و بکن یختم و بکن ینزل السما و تعبیرات مختلفی که دار. حالا و یزید رجل شارب الخمر. چه انتظاری دارید؟ یزید یه فردی است که شرب خمر میکنه، نه مخفیانه شرب خمر میکنه. یعنی شارب الخمر معناش اینه که دعبش اینه، سیرش اینه. و قاتل النفس المحترمه، فرد بیگناهی رو کشته. معلن بالفسق، انواع گناه ها رو علنی انجام میده. بعد حضرت میفرمایند و مثلی لا یباع مثله، لا یباع مثله، مثل من نمیتونه با او بیعت بکنه. چه انتظاری دارید؟ او اینجوری است و من اینجوری هستم، ما صلاحیت نداریم تا اینکه با او بیعت بکنیم. ولکن نصبه و تصحبون، بگذار صبح بشه ما صبح بکنیم، شما هم صبح بکنید یا فکر بکنید. ننظر و تنظرون، شما فکر بکنید ما تدبیر بکنیم. اصلا میشه کسی مثل ما بکنیم کسی اصلا بیعت کنیم. بعد اون وقت میفرمایند ایونا احق بالخلافت و البیعه، ببینیم کی سزاوارتره به این که باید باش بیعت کرد. یعنی تا اینجا قشنگ صحنه رو تبیین کردن. یک نفر ماییم با این عقبه، یک نفر اون با اون عقبه. حالا شما بشین فکر کن، ما هم تفرق کنیم ببینیم کی باید به کی بیعت کنه. اینجا نگه داریم اگه صلاح میدونین. ما هم روی فرمایش امام حسین جان تأملی داشته باشیم. توی این فاصله برگردیم و تبیین کاملش با استاد قروی باشه. بفرمایید. و کسانی که از راه سید الشهدا با خدا مرتبط شدند کم نیست.
شاید انشاءالله که ما اهل بهشت بودیم اونجا ببینیم چه کسانی فقط به خاطر عشق سیدالشهدا اینا مسلمان شدن، این شیعه شدن، هدایت شدن، دست از گناه برداشتن، شدن از اصحاب خاص، خود اونا باعث هدایت دیگران شدن. اگه اونا شدن من و شما نمیشیم. من خیال میکنم اگه صادقانه همین الان تاییدمون یا سیدالشهدا یه قراری بزنه، من بدارم امام حسین میگم آقا چیزی اگر بدانم شما ناراحت میشید دیگه نمیکنم، اگه خدای نکرده ندونم خب حالا ندونم نمیتونم ضمانت کنم، اما بدونم یه چیزی رو شما دوست ندارید دیگه اون کار انجام. اگه این قول رو بدید با سیدالشهدا منکران پروازتون میدید، به جایی میرسید که عقل آدمیزاد به این سادگی نمیتونه درک کنه اینجا کجاست. خیلی هم نمونه زیادی ندارم. آدم نمیشه با یه دوستی قرار بذاره اون کاری که تو دوست نداری من دیگه انجام نمیده، خیلی مشکله. همین اندازه قرار بذاره آدم برای اینکه یادش نره هر روز بعد از نمازش هم بگه السلام علیک یا ابا عبدالله، یادمون نره مسئله قول و قرارم وایساده. خیلی ممنونم که همچنان همراه یاد خدا هستین. استاد قروی عزیز ماجرای بیعت گرفتن حاکم مدینه از امام حسین برای یزید رو دارن تشریح می‌فرمایند. تا اینجا توی دربار حاکم مدینه امام حسین تبیین کردن، صحنه رو تشریح کردن، خودشون رو معرفی کردن که از خاندان علم و رسالت و معدن محبت وحی و معدن علم و اینها رو توضیح دادن، و از اون طرف یزیدی که شرابخوار رو با علنا شرب خمر میکنه و اینها، و حالا از ما خواسته که باید فکر کنیم ببینیم کی باید از چه کسی در واقع تبعیت بکنه. تا اینجا رو تشریح فرمودن استاد. بفرمایید. اصولا فضای کشور اسلامی هم به چنین فضایی شده که آقا من یه جمله ازش گفتن باید خون گریست برای چنین جامعه اسلامی که کار به جایی برسه که به امام حسین میگن بیا با یزید بیعت. اون یه مسئله این که بتونن تحمل بکنن فردی رو به عنوان یزید که این خلیفه مسلمین. آره اینم یه بچه. ببینید من یه نکته عرض بکنم. معاویه مشکلات مختلف زیاد داشت، حالا نمیخوام ورود پیدا کنم، گاهی هم متاسفانه برخی از اهل تسنن حقایق براشون جوری دیگری وانمود شده، لذا خال المؤمنین معاویه رو تلقی میکنن. ما چنین فکری نداریم، خیلی هم حساسیت دارن نسبت به معاویه. جهتش هم اینه ظواهر رو حفظ میکرد. این که بعضی چیزا از معاویه نقل میشه این بعداً گسترش پیدا کرده، بله ظواهر حفظ میکرد. همینطور یه تعبیری رو آیت الله عظمای جوادی تعبیر قشنگی داشتن، میگفتم شما نگاه کنید نامه‌هایی که معاویه مینویسه برای امیرالمؤمنین، شما اگر ندانید که این نامه رو معاویه داده خیال میکنه امیرالمؤمنین یه چنین نامه‌ای رو داده. خیال میکنین؟ این نامه امیرالمؤمنینه، یعنی اولش با حمد و ثنای الهی و بسم الله آره ظواهر رو حفظ میکنه و امر به تقوا میکنه و بعد ادعا داره و چه این چنین عمل میکنه. این که نقش ایفا کرده در شام خیال میکنن اهل بیتی پیامبر غیر از معاویه و امثال معاویه نداشته، ظواهر رو اینا حفظ میکرده و به همین خاطر بود به نحوی باز میتونست چیکار کنه، غافلگیر بکنه و خیلی ها رو غافلگیر کرده بود. البته کسانی که اهلش بودن میفهمیدن ولی متاسفانه درک نکردن به خاطر همین مسائل دنیوی. ولی حالا کار به جایی رسیده که یزید اینجوری حتی اون ظواهر رو هم دیگه سوابق اونچنانی داره. این سوابقش هم اینجور نبوده که پنهان باشه. بله. میمون بازیش، سگ بازیش، ارزم با شرب خمرش، احترامش به قرآن، همه چی. حالا اون یه مقدار اواخرش بود توجه می‌فرمایید، ولی بالاخره یه چنین وضعیتی داشت و امام حسین می‌دیدن. نکته اینه اگر بخواد بیعت بکنند و به تعبیر دیگه تقیه بکنند با یه شرایطی بپذیرند چیزی دیگه نمیمونه.
باید مقاومت بکنن در برابر بیعت. خودشون، اصحابشون، خواص اصحاب، اهل بیتشون مقاومت بکنند، اون هم با یه حرکت نه مخفیانه بلکه تبلیغاتی متناسب با اون زمان، یه سیر اینچنینی داشته باشن که در نهایت هم منتهی بشه به کربلا. باید این اتفاق بیفته برای اینکه مردم بفهمن، درک بکنن که جامعه اسلامی به چه دردی مبتلا شده، از اون حالت خواب‌آلودگی نجات پیدا کنن که اگر واقعا این قضیه این کربلا اتفاق نیفتاد چیزی از اسلام باقی نمیموند. بنی امیه با این کارشون، بنی مروان با این کارشون خودشون رو از بین بردن و لذا وقتی که به خودشون اومدن یه عده دیگه توابین به وجود اومد، دیگران به وجود اومدن. اعظم بزرگ مختار قیام کرد، دیگران قیام کردن. برای چی بود؟ برای همین جهت بود. یعنی اگر حرکت امام حسین علیه السلام نبود، حقیقت اسلام که حقیقت تشیع بود نمیتونست تداوم پیدا بکنه، ادامه پیدا کنه. زمینه برای اینکه امام سجاد اون چنان عمل بکنه که در واقع بتونه نیروهای جدید رو جذب کنه، اونم با اون روش خاصی که حضرت داشتن، این پدید نمی آمد. زمینه فراهم نمی آمد که امام باقر و امام صادق اون نقش رو ایفا کنن، به اسلام حقیقی رو تبیین بکنن. یعنی در واقع اگر حضرت میخواستن تقیه بکنند، این تقیه مستلزم این بود که اصل دین، نکته اینه، علی الاسلام السلام و علی الاسلام السلام از بولیت الامه برای مثل یزید. نکته اینه، اسلام دیگه فاتحش خونده میشه. اون جایی که ظواهر هست بالاخره یه امیدی هست این ظواهر کم کم عمق پیدا بکنه و حالا اتفاق، ولی یه جایی که نه عمقی هست نه ظواهری هست دیگه اینجا علی الاسلام السلام میشه. اگه ما دوران امر هست بین رسالت و خلافت. یه وقت خود رسالت دفنا میخواد بشه. امام حسین اینطوری یافتن و درک کردن که اگر بخوان خلاصه بیعت بکنن لازمش اینه. الان بهترین فرصت و این فرصت عجیبی بود. یعنی در واقع حقیقت اینه که این اتفاقی در کربلا افتاد، بعد به دنبالش اسرا تا شام و اینها، اصلا ورق برگشت دیگه. یزید برخوردش با اهل بیت در اواخری که اهل بیت در شام بودن عوض شد، بلکه مشکلات رو گردن دیگران انداختن، بلکه اهل بیت رو با یه احترام خاصی، با یه تشکیلات خاصی فرستادن برای مدینه. دیگه اسارت نبود از شام به طرف مدینه رو باید توجه داشته باشیم، خیلی ها توجه ندارن. رفتن از اسارت بود اما برگشتن این چنین نبود. اصلا ورق برگشت و بعدش هم اتفاقات مختلفی که بعد اتفاق افتاد. یعنی اصلا بعدش هم یزید نتونست باشه دیگه. چقدر بعد از جریان عاشورا یزید حکومت کرد؟ 2 سال بیشتر نتونست. که اتفاقات مختلفی افتاد، نمیتونستن دیگه باشه. در نتیجه این حرکتی بود که باید برای حفظ اسلام، حفظ رسالت، حفظ قرآن باید اتفاق بیفته. یعنی در واقع جامعه اسلامی یه لازمش این بود جراحی بشه. غیر اینجور هم جراحی امکان پذیر نبود. که فرمودن اسلام محمدی الحدوث و حسینی البقا. بقا اسلام با حرکت امام حسین انجام شد. خیلی ممنونم استاد قربی عزیز، محبت دارید، خیلی ممنونم. عرض میکنم که یعنی فرمایشات استاد من یاد این 2 بیت انداخت. ای رهبر ارزنده عالی درجات، مصباح هدا، سفینه راه نجات.